شما یه منبع فرستادید که با یه سوال خیلی جالب شروع میشه. میگه اگه هر روز صبح ناشتا یه حب سیر خام بخوریم چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ بله، و خیلی هم با حرارت ازش تعریف میکنه. آره، بهش میگه بمب دارویی طبیعی. راستش اولین چیزی که به ذهن من رسید بوی دهان بود. دقیقاً فکر کنم این دغدغه اصلی همه باشه. ولی خب ما قراره دقیقاً همین رو بررسی کنیم. یعنی ببینیم ادعای اصلی این ویدیو چیه. از تقویت سیستم ایمنی گرفته تا سلامت قلب و البته حتما به اون مسئله بو هم میرسیم. هدف اینه که ببینیم ته این ماجرا چیه. عالیه. پس بیایید با فوایدش شروع کنیم. منبع میگه سیر خام سیستم ایمنی شما رو به شدت تقویت میکنه. درسته، میگه به بدن کمک میکنه سریعتر با سرماخوردگی و عفونت‌ها مبارزه کنه. و این همش نیست، درسته؟ به سلامت قلب هم اشاره کرده. دقیقاً میگه فشار خون رو کاهش میده، کلسترول بد یا همون LDL رو کم میکنه و جریان خون رو بهتر میکنه. یعنی مثل یه آنتیبیوتیک طبیعی عمل میکنه؟ بله. منبع از این عبارت استفاده کرده: آنتیبیوتیک، ضد التهاب و حتی سمزدای طبیعی. اما خب بریم سراغ اون مشکل اصلی. بوی بد دهان. آها، اون بخش مهم ماجرا. منبع شما برای این موضوع هم راه حلی داده؟ بله، و راه حلش هم خیلی کاربردی به نظر میان. مثلا جویدن جعفری، نوشیدن آبلیمو یا اینکه صبحانه رو بلافاصله بعدش بخورید. آها، اینا روش‌هایی هستن که برای خنثی کردن اون بو پیشنهاد شدن. دقیقاً. بسیار خوب. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، منبع شما یه عادت روزانه خیلی ساده رو پیشنهاد میده. با یه سری فواید بالقوه خیلی بزرگ برای سلامتی. یعنی یه حبه سیر خام ناشتا که میتونه روی جنبه‌های مختلفی از سلامتی ما تأثیر بذاره. بله، از سیستم ایمنی گرفته تا قلب. و در آخر یه سوال برای این که بهش فکر کنی. با توجه به سادگی این روش، به نظرت بزرگترین مانع برای اینکه کسی هر روز این کار رو انجام بده چیه؟ سوال خوبیه. طعم تند سیر، بوی اون یا اصلاً صرفاً به یاد داشتن انجام این کار؟